هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان یا خود دادگاه حربی تاجیکستان محمد جان اولوخوجایف سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان را دیروز به 15 سال زندان محکوم کرد که محمد جان اولوخوجایف به جرم خیانت به وطن یا خیانت به دولت عیبدار دانسته میشد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده محمد جان اولوخوجایف روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت که هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه 14 آگوست حکم خود را در نسبت رهبر پیشین دفتر مطبوعات سرریاست نیروهای مرزبانی اعلان کرد. عیبدار کننده دولتی در مرافعه روز جمعه گذشته برای او 20 سال زندان از دادگاه عالی طلب کرد که او با ماده 305 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به وطن از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی می‌کند. به گفته برخی منابع رادیو آزادی جانبی محکوم شده حالا حق دارد که در ظرف 10 روز آینده از بالای این حکم هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت پیش برد. یادآور میشم که اواخر ماه گذشته میرم اولوخوجایف همسر محمد جان اولوخوجایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از دادگاه خواهش دارد که در نسبت بررسی پرونده همسرش اولوخوجایف عادلانه و منصفانه برخورد کنند. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجایف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادسانی کل تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجایف با آن عیبدار میشد که معلومات مربوط به سری دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. گفته می شود محمد جان اولوخوجایف روز 10 اپریل سال روان بازداشت شده بود.